سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هانیل هستم با پست جدید برای متولدین همه ماها. شما میتونین که نشان خورشیدی یا نشان قمری خودتون را گوش بدین. نشان خورشیدی میشه همون ماه تولدتون و نشان قمری باید که توی چارت تولدتون به دست بیارین. برای اینکه چطوری به دست بیارین هم توی ویدیوهای اول توضیح کاملش را بهتون دادم. اونجا گوش بدین و راهنمایی بشین. اگر که سوالی داشتین با من در میون بذارین و نظرتون رو به بقیه بگین. اگر که شما نشان فروردین توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. انرژی کسی در کنارتون افتاده که نمیخواد سری جلو بیاد، نمیخواد سری نزدیک بشه. ایشون به سختی به کسی اعتماد میکنه و توی روابط قبلیش آسیب دیده. شما فکر و ذهنتون درگیره، فکر میکنی که این شخص به اندازه کافی تلاش نمیکنه. باید که احساس رهایی و استقلال داشته باشی، باید که وابستگی به کسی نداشته باشی. به نظر میاد که اوضاع و شرایط این رابطه خیلی برای شما رضایت بخش نیست و در حال حاضر عشق عمیق و شدید از سمتش نیفتاده. ایشون احتمالا متولد عنصر خاکه. عنصر خاک میشه ماه اردیبهشت، شهریور یا دی ماه. حالا نشان خورشیدی یا قمری میتونه باشه. مورد بعدی این که فرصت سفرهای جدید براتون در راهه. خرید یک وسیله گران قیمت براتون افتاده، مثل خرید ماشین جدید، گوشی جدید یا خرید طلا. فرصت احساسی جدید برای برخی از شما رقم میخوره. این شخص متولد عنصر آب یا عنصر آتش. عنصر آب میشه ماه تیر، آبان، اسفند. عنصر آتش میشه ماه فروردین، مرداد و آذر. ایشون آدم اجتماعی هست، به مهمونی رفتن علاقه داره. برخی از شما ممکنه که با یک خانم دچار مشکل، دچار ناراحتی و بحث بشین. حالا این شخص میتونه مادر، خواهر یا یک خانم که توی دور براتون هست باشه. باید که با صحبت کردن، با حرف زدن مشکلات بینتون را حل و برطرف کنید. برای برخی از شما احتمال بارداری افتاده یا خبر بارداری به گوشتون میرسه. یکی از اطرافیانتون هست که در مورد ارتباط با شما مردده. نمیدونه که چی کار کنه، نمیدونه که چه تصمیمی بگیره و نمیتونه که تصمیم بگیره. تغییرات مثبت جنسی براتون رقم میخوره و شادی یا خوشحالی از این بابت دارین. فرصت سفرهای جدید براتون در راهه. خرید یک وسیله گران قیمت براتون افتاده، مثل خرید ماشین جدید، گوشی جدید، خرید طلا. فرصت احساسی جدید برای برخی از شما رقم میخوره. این شخص متولد عنصر آب یا عنصر آتشه. عنصر آب میشه ماه تیر، آبان، اسفند. عنصر آتش میشه ماه فروردین، مرداد و آذر. ایشون آدم اجتماعی هست، به مهمونی رفتن علاقه داره. شاید که با یک خانم توی دور و براتون دچار مشکل بشین و بینتون بحث، ناراحتی، دلخوری افتاده. ایشون میتونه حالا مادر، خواهر یا یک خانم توی دور و براتون باشه. باید که سعی کنین مشکلات بینتون را با صحبت کردن حل و برطرفش کنین. احتمال بارداری برای بعضی از شما هست یا خبر بارداری به گوشتون میرسه. یکی توی اطرافتون هست که توی رابطه با شما مردده. نمیتونه که تصمیم بگیره، نمیدونه که چی کار کنه و یه جورایی هم نمیخواد شما را از دست بده، نمیخواد که رابطهش با شما قطع بشه و بعد که بهش فرصت بدین تا با خودش، تا با احساسش کنار بیاد. زندگی جنسی شما بهبود پیدا میکنه و شادی و خوشحالی از این بابت دارین. برای گرفتن فال شخصی میتونین که از طریق دایرکت با من در ارتباط باشین. اگر که شما نشان اردیبهشت توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. انرژی شخصی در کنارتون افتاده که احتمالا متولد ماه دی، شهریور و یا اردیبهشته و رابطه احساسی براتون افتاده که تکلیفتون توی این رابطه مشخص نیست. انگار که ایشون باید بین شما و کس دیگه ای انتخاب کنه. رابطه بینتون گرم‌تر میشه، بینتون دیدار و ملاقات افتاده و در مورد احساسش نسبت به شما علاقه، احساسات عمیق و دوست داشتن زیاد افتاده. حتی ممکنه که شما دو نفر با هم دیگه یک کار مشترک، فعالیت مشترک شروع کنید. احتمال پتانسیل این هست که رابطه باش جدی تر بشه، پایدار تر بشه. احتمال ازدواج باهاش رو دارین، چون با هم دیگه بچه اشتراک و تفاهم دارین. شاید که اولش با دوستی عادی و معمولی شروع شده، ولی بعد احساسات هر دو شما
درگیر شده. سعی کنید که از روابط مثلث عشقی، روابطی که شخص سومی بینتون حضور داره، خودداری کنید، چون براتون خوب و خوشیوم نیست. اوضاع مالی شما به زودی بهتر میشه، تغییرات شغلی جدید، افزایش حقوق براتون افتاده. حتی ممکنه که کسب و کار خودتون را راه اندازی کنید. اگر که توی انجام دادنش شک و تردید داری، به نظرم که شک و تردید را کنار بذار و همین الان شروع کن. موفقیت مالی براتون افتاده و اگر که دنبال ایجاد کسب و کار آنلاین هستین، براتون خوب و خوشیومه. فرصت سفر دارین و از کسی برای مدتی دور میشین. اگر که کسی توی زندگیتون نیست، عشق جدید وارد زندگیتون میشه. باید سعی کنین که شما روی خوش نشون بدین و تحت تاثیر گذشته قرار نگیرین. اجازه نده که گذشتت آیندت را خراب کنه. به نظر میاد که ایشون شخصیت جوانی داره، پر انرژی هست و احتمالا متولد عنصر آتشه. عنصر آتش میشه ماه فروردین، مرداد، آذر. برای گرفتن فال شخصی میتونین که از طریق دایرکت با من در ارتباط باشین. اگر که شما نشان خرداد توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. بین شما و شخص مورد نظرتون درگیری، بحث و دلخوری افتاده. ایشون احتمالا متولد ماه فروردین، مرداد و آذره. شما دنبال یک رابطه باثبات و پایدار هستی. دنبال کسی هستی که بشه روش حساب باز کرد. در حالی که شما دو نفر توی یه سطحی قرار ندارین و رابطه بینتون پر و پخشه. رابطه یک روز گرمه، یک روز سرد. احتمال حضور شخص سوم و مثلث عشقی هم هست. اگر اینطور نیست و شخص سومی بینتون حضور نداره، ایشون به کسی که باهاش گذشته‌ای داشته فکر میکنه و تا حدودی بینتون بستگی و گرفتگی زیاد افتاده. شما دو نفر خیلی برای هم جذاب هستین، جذابیت و کشش جنسی نسبت به هم دارین، حس میکنین. اما صرفاً جذابیت و کشش جنسی برای ادامه یک رابطه احساسی کافی نیست و در کل خیلی نمیشه به این شخص اعتماد کرد. خودتون یا یکی از اطرافیانتون درگیر مشکل قانونی اداری هستین و این قضیه باعث اضطراب برای شما شده. پس این مشکل برمیایین و ازش عبور میکنین. اوضاع مالی شما به زودی بهتر میشه و توی شغلی که کار میکنین مسئولیت شما بیشتر میشه، ولی در کنارش درآمد خوبی هم کسب میکنین. اگر که منتظر دریافت خبر از جایی هستین، منتظر دریافت خبر از سمت شخصی هستین، به زودی این شخص با شما تماس میگیره. فرصت احساسی جدید براتون رقم میخوره و این شخص میتونه که متولد عنصر آتش باشه. عنصر آتش میشه ماه فروردین، مرداد، آذر و ایشون در جایگاه مالی خوبی قرار داره. برای گرفتن فال شخصی میتونین که از طریق دایرکت با من در ارتباط باشین. اگر که شما نشان تیر توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. شما احتمالاً درگیر کسی هستی که متولد ماه بهمن، اسفند، فروردین، شهریور و یا تیر هست. عدم علاقه و اشتیاق افتاده. شما احساس کردی که ایشون به اندازه کافی بهت علاقه نداره. حتی شاید که بلاکش کردی. به نظر میاد که شما در راه و مسیر درستی قرار داری و ایشون در حال حاضر اولویتش شما نیست. حتی ممکنه که با کس دیگه ای باشه یا کلا درگیر اعتیاد هست. یعنی اعتیاد و وابستگی به چیزی داره. این اعتیاد و وابستگی حتما مواد مخدر نیست. میتونه الکل باشه، دارو باشه، سیگار باشه، کار کردن بیش از حد باشه. در حال حاضر پیشنهاد خاصی نداره که به شما بده و ممکنه که همینطور به بی هدف به شما پیامی بده، ولی قصد و نیت جدی نداره و بیشتر انگیزه های جنسی داره. به نظر میاد که خیلی بچه اشتراک و تفاهم ندارین. زندگی جنسی شما به زودی بهتر میشه. برای گرفتن شادی و خوشحالی از این بابت دایرکت با من فرصت احساسی جدید براتون رقم میخوره به کسی که متولد عنصر آتش یا عنصر هوا. عنصر آتش میشه ماه آذر، فروردین، مرداد. عنصر هوا میشه ماه خرداد، مهر و بهمن. ایشون شخصیت جذابی داره و ممکنه که حالا به تازگی از یک رابطه بیرون اومده یا جدایی داشته و انگار که توی گذشتش دل شکستگی افتاده. فرصت خرید ماشین براتون رقم میخوره و شادی و خوشحالی از این بابت دارین.
برای گرفتن فال شخصی میتونین که از طریق دایرکت با من در ارتباط باشین. اگر که شما نشان مرداد توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. کسی که بهش فکر میکنی ترجیح میده که فاصلش رو با شما حفظ کنه و به نظر میاد که در حال حاضر شرایط و آمادگی رابطه احساسی جدی را نداره. شاید که تمرکزش روی کارش، روی مسائل مالی هست. ایشون احتمالا متولد ماه خرداد، بهمن، مهر و یا شهریوره. شما خیلی برایشون جذاب هستی و بیشتر جذابیت و کشش جنسی نسبت به شما داره و حس میکنه. اوضاع مالی شما به زودی بهتر میشه، تغییرات شغلی جدید، افزایش حقوق براتون افتاده. فرصت احساسی جدید براتون رقم میخوره با کسی که متولد عنصر خاک یا عنصر هوا هست. عنصر خاک میشه ماه اردیبهشت، شهریور، دی. عنصر هوا میشه ماه خرداد، مهر و بهمن. توی آینده نزدیک براتون ازدواج افتاده، فرصت ازدواج براتون پیش میاد و ایشون خیلی شخصیت حمایتگری داره. از نظر مالی به شما کمک میکنه. اگر که شما نشان شهریور توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. شما درگیر کسی هستی که آدم زورگو و قدی هست. احتمالا متولد ماه آبان، خرداد، آذر، تیر، اردیبهشت و یا دی هست. شما نباید که بیش از حد ظرفیت کسی بهش قدرت بدید. احتمال حضور شخص سوم و مثلث عشقی هست. شما احساس گیجی و بلا تکلیفی میکنی و نمیدونی که ایشون چه احساسی داره. یک روز گرم رفتار میکنه، یک روز سرد. یک روز رابطه خوبی دارین، یک روز نه. بیشتر جذابیت و کشش جنسی افتاده و به نظر میاد که خیلی وجه اشتراک و تفاهم ندارین. زندگی جنسی شما به زودی بهتر میشه، روابط احساسی جدیده براتون رقم میخوره و حتی این شخص میتونه که با کسی باشه که قبلا باهاش گذشته ای داشتین. ایشون احتمالا متولد عنصر آتش یا عنصر آبه. عنصر آتش میشه فروردین، مرداد، آذر. عنصر آب میشه تیر، آبان، اسفند. و یه چنین شخصی به شما ابراز علاقه، ابراز احساسات میکنه. حتی ممکنه که یک نشون یا خالکوبی روی صورت و بدنش داشته باشه. بعد که مراقب این شخص باشین، چون ممکنه که با افراد دیگه هم در ارتباط باشه. برای گرفتن فال شخصی از طریق دایرکت با من در ارتباط باشین. اگر که شما نشان مهر توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. شما درگیر کسی هستی که احتمالا متولد ماه فروردین، مرداد، آبان، آذر، اردیبهشت و یا بهمنه. ایشون آدم باهوش و زرنگی هست. به نظر میاد که شما دو نفر هدف یکسانی ندارین، در راه و مسیر یکسانی قرار ندارین. شما خیلی برایشون جذاب هستی. ممکنه که یه مدت به هم نزدیک بشین، بعد دوباره دور بشین و این چرخ دائم تکرار میشه. یه جورایی شما دو نفر زبان عشق متفاوتی دارین. فرصت احساسی جدید براتون رقم میخوره. توی زندگی احساسیت اینقدر که نترس، چون شما ترس از آسیب دیدن داری و این قضیه باعث میشه که بلا تکلیف بشی، نتونی که تصمیم بگیری. بعد که از ترس دوری کنی و یه جورایی با ترسات روبرو بشی. توی زمینه مالی استرس داری، اوضاع به زودی برای شما بهتر میشه. کسی از شما دور شده و برگشته شخصی که باهاش گذشته ای داشتی دوباره به سمت شما افتاده. میخواد که این شخص میخواد که شما بهش یک فرصت دوباره بدی. کسی که متولد عنصر آب هست توی زندگی شما تأثیر گذاره. عنصر آب میشه ماه تیر، آبان و اسفند. برای گرفتن فال شخصی از طریق دایرکت با من در ارتباط باشید. اگر که شما نشان آبان توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. بین شما و شخص مورد نظرتون ازدواج و فرزند مشترک افتاده. شاید که با هم دیگه اختلاف سنی دارین، اما مشکل غیر قابل حلی بینتون نیست و به نظر همه چیز خوب میاد. رابطه بینتون موندگار و پایدار خواهد بود. ایشون احتمالا متولد ماه اردیبهشت، خرداد و یا اسفند هست و رابطه جنسی خوبی هم با هم خواهید داشت. اوضاع مالی شما به زودی بهتر میشه. اگر که مجرد هستین، فرصت ازدواج، خواستگاری برای شما پیش میاد.
کائنات از شما میخواد که مستقل تر باشین و روی خودتون، روی هدفهای خودتون، روی مسائل مالی خودتون تمرکز کنین. توی زندگی احساسیتون گاهی اوقات نمیتونین که تصمیم گیری کنین و یه جورایی ترجیح میدین که تنها باشین تا تصمیم بگیرین و یک حالت رکود، سکون، یک نواختی افتاده. ممکنه که با یه نفر آشنا بشین از طریق دوست مشترک که با هم دیگه دوست مشترک دارین و همینطور کیس احساسی قبلیتون دوباره به سمت شما برگشت داره. دوباره خبر، پیام، تماس از سمت ایشون دریافت میکنی. برای برخی از شما نقل مکان و جابجایی افتاده و فرصت سفر هم همینطور. برای گرفتن فال شخصی از طریق دایرکت با من در ارتباط باشید. اگر که شما نشان آذر توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. احتمال رابطه جنسی و داشتن فرزند مشترک برای شما افتاده. شما 2 نفر با هم دیگه بالا پایینی زیاد داشتین، اما هر دو آدم های بالغی هستین و مشکل غیر قابل حلی بینتون نیست. اگر که در حال حاضر دلخوری یا مشکلی بینتون هست، حالا برطرف میشه. به زودی حس ششم شما قوی تر میشه. شهود شما، صدا و ندای درونتون سعی داره که راهنماییتون کنه. سعی داره که راه درست را به شما نشون بده. فرصت های شغلی جدید برای برخی از شما رقم میخوره. به نظر میاد که کسی که باهاش در حال حاضر در ارتباط نیستین یا باهاش صحبت نمی کنین، با هم دیگه دوباره در ارتباط خواهید بود و صحبت و گفتگو خواهید داشت. کسی که متولد عنصر هوا یا عنصر آتش هست توی زندگی شما تاثیر گذاره. عنصر هوا میشه ماه خرداد، مهر، بهمن. عنصر آتش میشه ماه فروردین، مرداد و آذر. روابط جدید به زودی برای برخی از شما رقم میخوره. برکت وارد زندگیتون میشه، مخصوصا از نظر مالی و همه چیز توی زندگی شما درست خواهد شد. از چیزی نترس. برای گرفتن فال شخصی میتونید که از طریق دایرکت با من در ارتباط باشید. اگر که شما نشان دی توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. برای مجردین احتمال پتانسیل ازدواج و برای متأهلین احتمال بارداری هست. رابطه‌ای براتون افتاده که جریان داره. هر دو هم دیگر دوست دارین، باعث خنده و شادی هم میشین و مشکل غیر قابل حلی بینتون نیست. انتخاب هر دو شما، اولویت هر دو شما این رابطه هست. فرصت احساسی جدید برای برخی از شما رقم میخوره، اما انگار که خودتون خودداری میکنین و دنبال رابطه احساسی جدید نیستین. احتمالاً از طریق کار با هم دیگه آشنا میشین و ایشون متولد عنصر آتش یا عنصر آب. عنصر آتش میشه ماه فروردین، مرداد، آذر. عنصر آب میشه ماه تیر، آبان، اسفند. ایشون خیلی آدم سخت کوش، پرتلاش و کاری هست و توی فصل بهار، تابستون با هم دیگه دیدار و ملاقات دارین. از نظر سنی یا همسن شما هست یا از شما بزرگتره و به نظر میاد که رابطه خوبی هست. کسی که متولد عنصر هوا هست توی زندگی شما تأثیر گذاره. عنصر هوا میشه ماه خرداد، مهر و بهمن و کسی که باش گذشته ای داشتیم دوباره به سمت شما برگشت داره و از شما فرصت دوباره میخواد. احتمالش هست که شما این فرصت رو بپذیری. برای گرفتن فال شخصی میتونین که از طریق دایرکت با من در ارتباط باشین. اگر که شما نشان بهمن توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. شما درگیر کسی هستی که احتمالا متولد ماه اردیبهشت، شهریور، دی، آبان و یا آذر. شما 2 نفر جذابیت و کشش جنسی زیادی نسبت به هم دارین، حس میکنین و هر دو شما در یک سطحی قرار دارین. شما از رابطه باهاش رضایت دارین. ممکنه که با هم دیگه یک کار مشترک، یک فعالیت مشترک شروع کنین. برای برخی از شما دیدار و ملاقات با کسی افتاده که ازش دورین و فاصله مکانی دارین. این شخص حتی میتونه که یه شهر دیگه، یه کشور دیگه زندگی کنه. کسی که متولد عنصر آتش یا عنصر خاکه در زندگی شما تأثیر گذاره. عنصر آتش میشه ماه فروردین، مرداد، آذر. عنصر خاک میشه ماه اردیبهشت، شهریور، دی ماه. فرصت احساسی براتون رقم میخوره از طریق فضای مجازی
یا کلا بیشتر ارتباطتون از طریق فضای مجازی آنلاین و تلفنی هست. کسی که باهاش گذشته‌ای داشتین دوباره به سمت شما برگشت داره و از شما درخواست فرصت دوباره، شانس دوباره میکنه و خب سعی میکنه که روی خودش کار کنه و احتمالا رابطه بینتون با هم بهتر خواهد بود. برای بعضی از شما فرصت شغلی جدید رقم میخوره، اوضاع مالی شما بهتر میشه. برای کسایی که دلشون شکسته است، کسی که دل شما را شکسته توی زمان مناسب دوباره خودش برمیگرده. برای گرفتن فال شخصی از طریق دایرکت با من در ارتباط باشید. اگر که شما نشان اسفند توی چارت تولدتون دارین، این پست برای شما هست. شما درگیر کسی هستی که احتمالا متولد ماه فروردین، مرداد، آذر، شهریور و یا بهمن. در حال حاضر عشق عمیق و شدیدی بینتون نیفتاده و یه جورایی شما دو نفر با هم دیگه بازی میکنین. شاید که بیشتر ارتباطتون از طریق فضای مجازی آنلاین و تلفنی هست. اونقدر که باید از هم شناخت کافی نداری. احتمال حضور رقیب یا شخص سوم هست. حتی ممکنه که شما یا ایشون متأهل باشید و علاقه بینتون هست ولی یک رابطه جدی یا پایدار بینتون نیفتاده. مکالمه های عمیقی بینتون جریان نداره. شاید که ایشون درگیر جدایی و طلاقه و آمادگی رابطه احساسی جدی را نداره. فرصت احساسی جدید از طریق فضای مجازی آنلاین و تلفنی براتون رقم میخوره. شما متولد عنصر آتش یا عنصر هوا هست. عنصر آتش میشه ماه فروردین، مرداد، آذر. عنصر هوا میشه ماه خرداد، مهر و بهمن. و به نظر میاد که شما دو نفر فاصله مکانی دارین، از همدیگه دور هستین و برای دیدار و ملاقات با همدیگه باید که سفر کنین. شاید که شما توی آینده نزدیک ترجیح بدی زمان خودت رو توی خونه بگذرونی و خیلی ترجیح ندی که با بقیه در ارتباط باشی. برای کسایی که دغدغه مالی دارن به زودی اوضاع و شرایط شما بهتر میشه. فرصت شغلی جدید براتون رقم میخوره. احتمال نقل مکان و جابجایی دارین، حالا به دلیل شغل یا به دلیل مهاجرت، تحصیل. و کسایی که مجرد هستن به زودی با فرد جدیدی آشنا میشین ولی انگار که شما خودتون ترجیح میدین که تنها و مجرد بمونین. برای گرفتن فال شخصی میتونین که از طریق دایرکت با من در ارتباط باشین.